با عرض سلام. تو این قسمت میخوایم ببینیم چطور میتونیم یک لیست کشویی ایجاد کنیم. برای ایجاد لیست کشویی از برچسب سلکت میتونیم یک خصوصیت نیم بهش بدیم. مثلا لیستی داریم از رنگ ها، پس نیم را کالر میدیم. خب لیست ها در لیست های کشویی کامبو باکس ها چجوری نوشته میشن؟ با برچسب آپشن، یعنی گزینه ها. یک مقدار برای خصوصیت ولیو و یک مقدار برای نمایش در لیست های ما. به هر تعدادی که میخوایم در لیست قرار بدیم، به همون تعداد گزینه باید در اینجا بنویسیم. خب الان لیست کشویی ما دارای 3 مقدار قرمز، آبی و سیاه هست. خب میبینین که لیست کشویی به چه شکلی ایجاد شد. خب مورد بعدی ایجاد چک باکس هاست. البته استانداردش اینه که این کد داخل فرم باشه، اما در برخی از سورس ها بیرون از فرم هم نوشته شده، اما استانداردش داخل فرم. خب اینپوت تایپش برابر با چک باکس، یعنی نوع اینپوت ما، برچسب اینپوت ما چک باکسه. یک نیم باید براش انتخاب کنیم، مثلا چه یک ولیو، مثلا بلو، و با استفاده از خصوصیت چکد تعیین میکنیم که این چک باکس در حالت انتخاب قرار بگیره. خب یک چک باکس دیگه ایجاد میکنیم. خاصیت نیمش رو میتونیم تغییر بدیم. ولیوش هم رد میکنیم و نمیخوایم در حالت انتخاب قرار داشته باشه، پس خاصیت چکدش هم حذف میکنیم. خب ببینیم به این صورت به وجود میاد چک باکس های ما. میتونیم مقدار یک نوشته که کنار چک باکس قرار بگیره، مثلا اینجا می نویسیم بلو، اینجا هم می نویسیم رد برای خوانایی بهتر. به این شکل. خب برچسب بعدی ایجاد رادیو باکس ها که باید خصوصیت تایپ اینپوت را رادیو بنویسیم، رادیو. تفاوتشون با چک باکس ها در اینه که نیم هاشون باید حتما یک مقدار داشته باشه، چون اگر نیم ها مقدارشون یکی نباشه، رادیو ها در یک گروه حساب نمیشن. برای اینکه یک گروه حساب بشن باید نیم هاشون یکی باشه. خب این رادیو را میگم در حالت انتخاب باشه، پس مقدار چک تا بهش میدم و یک متنی هم براش مینویسیم.
3 تا رادیو باکس ایجاد میکنم. گفتم نیم هاشون حتما باید یکی باشه. اگر این 3 تا رادیو ها با هم هستن، نیم ها حتما باید یکی باشه و نمیتونیم به غیر از یه دونه همه را چکت بهشون اضافه کنیم. فقط به یکی از اینها میتونیم چکت اضافه کنیم. خب میبینین که بلو رو وقتی انتخاب میکنیم رد غیر فعال میشه و همینطور بقیه هر کدوم انتخاب کنیم قبلیه غیر فعال میشه و عاملش هم همین نیم هایی که یک اسم هستن، یعنی به حالت یک گروه در اومدن.